زن داری، خواهر داری، اپا داری، مادر داری. پس تو میفهمی من چی میگویم. وقتی که در کوچه به سوی دختران میگویی که ای دختر یا چیزی دیگر، اول خواهر و مادر خودت رو پیش چشم آر. تو نگاه نکن که او چگونه لباس میپوشد، او چی کار میکند. تو خودت را اداره کن. بس در کس را کوفتی درت را میکوبد. با این خاطر وقتی که کوچه میبرویم چقدر دختران زیبا و دیگر بگذار، من خودم را میدارم. خلاصی گپ، اگر ما همین گونه فکر کنیم از این راه کشیده میشویم. پیش از اونی که به کسی هی و هوی و چیز دیگر میگوییم، اول خواهر و مادر و دیگر رو پیش نظر میاریم. اینها نباشند بگو صاحب دختر میشوی. با این خاطر از این چیز بیترس. بیا این طور میکنیم، اگر رفت و بر تو خبر بدهند که خواهرت رو کسی گپ پرتفته است، پیش روح خواهرت رو کسی گرفته است، حالا این گونه با یک دختر هم میگه که این گونه نقلی شدن، میگه با زبان روسی، یعنی در چی میگه که حتی دستاشون رو میقپن. دومین باشد ای زنهای شودار، ای زنهایی که شوهراتان در روسیه هست، دغل میفهمانم به نهایت من میفهمم زیخ میشود یا چیزی دیگر، اما این معنی آن را ندارد که یک چیز یادی از صدها بار گفتیم با تلفن صحبت میکنن یا یکون چیز تصادف کسی دیگر جو میفرمید چیز خیلی یک دیواناش میکنم میگن لهجوی، خیلی یکم صحبت میکنم تمام همین خطی میرود تمام. ما دو طرفه باید گپ بزنیم، نخواستیم که فقط بچه ها رو گویم، اما دخترها هم همین گونه است. دائما میگفتن اگر که از همین لباس های ملی تاجیکی من استفاده بریم چقدر خوب است. بعدا نفرمان که هستن شکایت میکنن، بعد لباس پوشیشون رو میبینی در حقیقت جلب، کلمه جلب از چی گرفته شد؟ جلب کننده. بعدا نفرها خفه میشوند. جلب کلمه جلب کننده یعنی که هر چی که میکنه جلب، یک لباس های یک چیز های میپوشند که این رو ما به دستم خلاب کردن ایتون، اما جلب میکنه. در حقیقت مرد نفس دارد، میخواهد. بعد میبینی که لباس پوشی هم کمک مدنیت دارد. اگر که ما کوشش کنیم، ما عموما کاردار نیستیم چگونه شما لباس میپوشید یا نپوشید نمیگیم، ما کاردار نیستیم. یعنی که پیش از اونی که بعد شکایت میکنید که بچه هامان گپ میزنند، باید شما هم نیز کمک در این بابت آداب لباس پوشی را بدانید. تمام دختران تاجیک را ما خودمون حفظ کنیم، خودمون رسواش نکنیم. بچه ها که از پس شما و این و آن حتی حالت های می شود که برای این دستی زوری هم به ماشین میدن، یک کارهای نمی شود، همش به خاطر 5 دقیقه است، یعنی به خاطر یک کیفیت است. پس از او دیگر هر طوری که هستی برای او دیگر هیچ معنی نداره. برای همون بیشتر شما هم به فریفته بچه ها نشوید. به خاطر زیو بعضن هست که وای ماشین دارد وای این دارد، سخت پشیمان میشوید. سخت. قرصک از دو طرف است. اگر که ما دست کشیم یک خود دیگر قرصک زنی نمیتواند. خود رو احتیاط کنید. راستی گپ دوستان که میداریم میگویم، لیکن مرا چی مجبور کرده است که خودم رو روخانو کنم نزد هر خواهران و برادرانی که من میدونم نه به همه پسند است.
талх гуфтан, аммо дӯст табарвор, душман шакарвор. худоҳофиз, то барномаи дигар.